از وقتی که حکومت به دست عرض کنم که روحانیان در ایران افتاد، در این 43 سال، از بس مردم زیان دیدن، دیگه کم کم کاری به جای رسید که اگر روحانیون بگن ماست سفیده، مردم میگن لابد سیاهه، حتما سیاهه که میگن سفیده، و اگر بگن غیر سیاهه میگن لابد سفیده. و چون این شد و حکومت ما در عین حال غرب ستیز هم بود، این باعث شد که جوانان ما بگن حتما غرب چیز خوبیه که اینا دارن باش میستیزن، چون هر چه اینا باش بستیزن ما مردم بهش میل پیدا میکنیم و هر چی اینا در آغوش بگیرن ما مردم میخوایم چیکار کنیم؟ توفش کنیم. این باعث شده که کشور ما که در جنبه رویینش و در جنبه شعارهای رویینش غرب ستیزه و غرب ستیزترین کشور جهان اسلامه، در عمقش غرب گراترین کشور جهان اسلام.